اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. آیین برد و باخت در سال سپری شده سال 2015 صحبت راستی در این موضوع خیلی هم وقت می‌طلبد. مخصوصاً این سالی نهایتاً وزنی بود، چون حکومت کشور فضای سالم و از بین بود. این از همه نقطه مهمش بود و قدم به قدم منفعت‌های یک خانواده را بالا برد، حتی به قیمت جان جوانمردان این ملت. پایمال کردن حقوق آنان از جمله آزادی بیان کاملا از بین رفت. محدودیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. من اینجا میخواهم به طور خلاصه بیان کنم که بیشتر باخت‌ها به جانب حکومت خودکامه رحمانوف بود. هر یک اقدامی در طول این سال انجام داد، این رژیم بالاخره به ضرر خودی او انجام یافتند. و طور مثال قانون شکنی حکومت در برابر رقیب‌های سیاسی خود، دزدیدن مقصود، یک جوانمردی که قدم در سیاست زد و برای اصلاحات سخن کرد، دزدیدن او از روسیه به تاجیکستان آوردن او به طور غیر قانونی، قتل ناجوانمردانه مرحوم شهید عمر علی قواتوف در استانبول، بیرون کردن مخالفین از پارلمان، تصویب قانون پیشوای ملت که اخیراً از جانب پارلمان صادر شد، این خود الکی تاجیکستان را به یک کشور پادشاهی تبدیل داد، به یک کشور خانوادگی. این خود الکی یک ضربه خوردن فضای دموکراتی بود در تاجیکستان که کاملا مخالف سرقانونی کشورمان بود. یک که حزبی شدن صحنه سیاسی کشور ارزیابی می شود. این سال زندانی کردن ادوکات ها، این خود الکی یک ضربه برای حقوق انسان در کشور ارزیابی می شود. از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک حزب معتدل، و در پی این زندانی کردن طرفداران و هواداران این حزب و گوسود کردن حتی وکیلای اونها، ادوکات های اونها، این خود یک ضربه و جامعه شهروندی تاجیکستان بود. در برابر این اقدام ها اما
با بردهای مردم، بردهای این ملت دیده می شدند و این همه نقطه ها سبب بردهای ملت بودند. از همه مهمش بیداری ملت. این سال بیداری بود، سال میتینگ ها بود، سال صدای آزادی بود، الکی دمیده شدن روح آزادی خواهی در بدن جامعه، علل خصوص در پیش جوان. امروز یا که این سالی بود که ایجاد زمینه برای اتحاد و همدیگر فهمی در بین گروه های سیاسی دیده می شود. در پهلوی این بار بیداری شعور سیاسی در دو دهه اخیری که کاملا خواب رفته بودند، امروز در قشر جوان دیده می شود. شعور سیاسی که قبلا در سالهای گذشته همین طوری بود که اصلا جوانو مثل که سیاست برای جوانو نباشه، امروز جوان نیز در مورد سیاست حرف نزند. این بود ترس یا کمزوری حکومت در این سال. علاوه بر اینها ظهور فرهنگ دیالوگ و جایگزین آن به جای فرهنگ تشنج و خشونت مخصوصا در بین قشرهای جوان امروز دیده می شود. علاوه بر این کمرنگ شدنی عادت محله‌گرایی در بین جامعه و پیدایش فرهنگ عمومی ملی مخصوصا در بین قشر جوان دیده می شود. این همه نقطه ها را، این همه کامیابی ها را اقدام های احمقانه حکومت نمی بودند، ملت به این جا نمی رسید.